خب بعد من صداشو فقط اضافه کنم که حواسم نبود تلگرام صداشو نذاشته بودم، چون ذخیره کردن رو هم رو تلگرام هم صداشو هم تصویر رو در واقع ذخیره میکنه و این خیلی خوب میتونه حالا کمک کننده باشه. این فقط یه ابزار جانبی میشه اون کلاس تلگرام برای اینکه شما چیکار کنید بعداً حالا صوتشو و تصویرشو فیلمشو بدونید از اینجا ببینید. خب که به هر دلیلی اگر این LMS دانشگاه قطع شد مثل اون روز، ما بتونیم با حالا گوگل میت دوباره وصل بشیم و در ضمن تصویرمون هم قطع نشه و کارمون بتونه ادامه پیدا کنه. پس هرچی لازم شده، ولی هیچ نیازی نیست شما به چت تلگرام بپیوندید، هیچ با اون کاری نداشته باشید لطفا. خب بریم از اول شروع کنیم جواب بدیم که حالا میام یکی کنار جواباشو میگم. جوابا رو گذاشتم روی اسمش کو تلگرام و شما روی جوابا رو ببینید. البته این نذاشتم دقت کنم گذاشتم یا نه. بله گذاشتم. فقط تمرین ها رو هم اگر ما بهش در واقع اشاره کنیم که عنوانش چی بوده، خوبه اینجا من لینکش رو قرار بدم که توی این جایی که گذاشتم اینجا ادیت. خب اینجا هدفمون چیه؟ اینکه این نمودارهایی که الان روی صفحه دوباره من کشیدم و بهتر متوجه بشیم و الان توضیح بدیم که چی کار میکنه دقیقاً و تفاوتش با نمودارهایی که قبلا داشتیم چیه. اجازه بده اول من جواب قبلی رو بدم یکی زمانی. اول توکلی پیام داده بود اول کلاس، تمرین‌ها رو جواب بدیم. خب یه موضوع اینه که این تفاوته یه مهم داره. اولین تفاوت مهم این نمودارها با نمودار حالت اینجوریه که پایان این نمودارها فقط و فقط با پایان چی مشخص میشه؟ با این حالت پایانه. یعنی اصلا به ورودی کاری نداره. ورودی ممکنه تمام نشده باشه، درست شد؟ بلکه همین که به حالت پایانی برسیم حتی ورودی هم تمام نشده باشه، این به معنی پایانه، درست؟ این یه تفاوت واضحشه. اما برای اینکه بتونه این تفاوت باعث بشه ما بر اساسش تحلیل لغوی رو بنویسیم، تفاوت دوممون مشخص میشه یا معنای دقیق ترش مشخص میشه. یعنی انگار این نموداری که الان داریم میبینیم رو صفحه کل این نمودار و حالا البته شاخه های دیگه از این نمودار که الان دیده نمیشه، خب و حالا تو این شکل نیست و باید اضافه بشه، هر بار به ازای شناسایی یک دونه نشانه فراخوانی میشه. یعنی یه نشانه فراخوانی میشه انگار یه بار این انجام شده تموم شده. برای نشانه بعدی دوباره میاد از کجا شروع میکنه؟ از صفر شروع میکنه. پس انگار هر بار که گت توکن میخواد انجام بشه، نشانه بعدی گرفته بشه، یه بار چی میشه؟ این نمودار اجرا میشه تا به حالت پایانی برسه یا به خطا برسه. پس این تفاوت حالا بگیم دومش یا کامل کننده معنی این که چجوری کار میکنه. سومین چیزی که برای بخش بعدی این ستاره ها بود. این ستاره ها رو قبلا نداشتیم. این ستاره ها چی کار میکنند؟ این ستاره ها یعنی که الان نگاه کنید کوچکتر، ما باید بفهمیم آیا کوچکتر تنهاست یا نه. با کوچکتر مساویه باید کاراکتر بعدی رو هم چیکار کنیم؟ حتما بخونیمش. ممکنه بعدش مساوی باشه، ممکنه بزرگتر باشه و هر دوشون معنیدار باشن برای ما توی زبان برنامه‌نویسی. اما اگر چیز دیگه اومد، یعنی اون دوتا نیومد، خب دقت کنید اگه این دوتا نیومد و چیز دیگه ای اومد، پس ما یک کاراکتر اضافه خوندیم و چون یک کاراکتر اضافه خوندیم باید اون یک کاراکتر اضافی رو چیکار کنیم؟ برش گردونیم عقب، یعنی برگردونیم به ورودی تا دوباره برای خوندن شناسه بعدی، نشانه بعدی، توکن یا نشانه بعدی،
که میخوایم از حالت صفر شروع کنیم دقیقاً اول نشانه بعدی باشه، چون اینجا یکی اضافه تر خوندیم. متوجهید؟ چون یک کوچکتر بوده بعدش مساوی و بزرگتر نبوده، ولی ما خوندیم رفتیم جلو، باید بگیم یکی برگرد عقب. پس این هم معنای این ستاره است. این از سوال توکلی. خب زمانه. اسلاید 8 تمرین اول رو بیایم. وقتی که ارور رو نوشتین داخل CS توکن تایپ تعریف نشد. اسلاید 8 این اسلاید 12 است. 11 10 9 8 فهمیدم کجا رو میگی. اینجا رو دارید میگید. روی صفحه امیدوارم همه ببینید. میگم هیچ نیازی نیست شما به تلگرام وصل شید، ولی خب اگر خواستیدم وصل شید و تونستید مشکلی نداره. حالا راه حلش هم چجوری این کارو بکنید. حالا در واقع باید از فیلتر شکن‌های استفاده کنید که کل گوشی یا کامپیوترتون رو VPN نمی‌کنن و در واقع رو نرم افزار VPN میذارن. حالا بگذاریم. الان من حتی خودم این کارم نمی‌کنم. اونایی که چی کار می‌کنم و بگذاریم. من سال‌هاست اون کارو می‌کنم که الان گفتم. ولی به هر حال شما اصلا نیازی نیست به شما به چت تلگرام وارد بشید و با همون MT پروکسی ها فقط سوالات بپرسید. سوال اسلاید 8 رو خانم زمانی سوالش رو دقت کنید. داره میگه بیایم و بگید که قسمت کد نوشتی تو توکن تایپ نوع CS رو نداری. یعنی میگه که الان ما اینجا یه CS نوشتیم و ارور، یعنی نوعش رو نوشتیم چی؟ اجازه بدید بزرگترش کنیم که راحت تر ببینیدش. خوبه صفحه اینجا میبینید داره میگه نوع این از جنس چیه؟ CS. و البته رشتهش خطاست. اینجا منظور از CS چی بود؟ این که ما یه رشته ثابت داریم، یعنی constant string. درست شد منظورم اینه. خب یعنی ما باید یه همچین نوعی رو در واقع داشته باشیم، constant string. حالا میپرسن که ما تو نوعامون CS نداشتیم. بس برگردیم عقب نگاه کنیم ببینیم CS داشتیم یا نداشتیم، چک میکنیم. تو اینجا بله به نظر میاد که CS نداشتیم، یعنی تو این قسمته ما نوع CS رو نداشتیم و چون نداریم در واقع میتونیم خودمون اضافهش کنیم. یعنی نوع CS رو اینجا لازم داریم که کانستنت استرینگ باشه. خب تو اینا نیست. خب اشکالی نداره، میتونیم اضافه کنیم. اینا در واقع که داریم توضیح میدیم این نیست که قابل تغییر نیست یا همیشه اینجوریه. وابسته به زبان برنامه‌نویسیمون، وابسته به امکاناتمون میایم و چیکار میکنیم؟ توکن تایپ رو اضافه میکنیم. و همونطور که جلسه‌های گذشته توضیح دادم یکی از مهمترین چیزهایی که وجود داره اینه که توی کامپایلر شما اساساً اینکه بگید همیشه اینجوریه یا اینجوری باید نوشت یا اینجوری کرد یا این اسم دقیقاً همه جا باید CS باشه، یکی میتونه مثل کانستنت استرینگ یکی چیز دیگه بنویسه، کاملا اختیاریه و این آزادی خیلی زیادی رو به همون میده و به شدت هم دردسر زیادی ایجاد میکنه. یکیش همینه که پرسیدی. نه حالا توکن تایپ نبود، خب تعریفش میکنه طبیعتا اگه لازمه، حالا با این اسم یا اسم دیگه. خب چگونه تفاوت بین رشته و آیدی رو متوجه میشیم؟ خب معلومه این که خیلی راحته. تفاوت آیدی با این رشته ثابته چجوری متوجه میشیم؟ میاریمشون. نکنید تو همین مثاله من بزرگتر کنم که راحت‌تر به صفحه باشه. با همین مثالی که الان داریم بحث میکنیم، یعنی اینجا من بکشمش که ببینید منظورم اینجاست. ما اینجا یه شناسه آیدی چی داریم؟ پرینتف داریم که از نوع چیه؟ آیدیه. خب و یه دونه هم چی داریم؟ کانستنت استرینگ داریم
که نمونم با یه رشته دیگه مشخص میکنم، یعنی کجا؟ اینجاست که این نوعش چیه؟ مثلا اسم نوعش رو یا توکن تایپش رو گذاشتیم چی؟ CS. درسته؟ خب حالا اینجوری چه تفاوتش مشخص میشه؟ خب معلومه شما پرینتف اولش باید چی بیاد؟ پرینتف اولش باید حرف بیاد حتما برای آیدی، ولی رشته ثابت اولش حتما چی میاد؟ کوتیشن باز میاد. آخرش باید حتما چی بیاد؟ کوتیشن بسته بیاد. و به این ترتیب تفاوتش مشخص میشه. خب الان مگه نمیبینید همتون صفحه رو توکلی؟ میشه بگید چه مشکلی هست؟ من نمیفهمم. دیگه گذشت احمدی خب زودتر میفرستادی؟ نه تو شخصی نفرست، چون من حالا دوباره اینا رو اینقدر این پیاما و این چیزا زیاد میشه که من پیدا کردنش و چیز کردنش واسه من دشوار میشه. حالا بگرد دنبال امتیاز. حالا اگه حل تامین هم نداشته باشیم که دیگه بدتر. نه توکن تایپ ها رو لازم نیست. حالا یه همین تیکه که الان دارم نشون میدم مثلا موضوعمون همین که الان دارم جواب میدم. بقیه درس هم همینه، همون تیکه‌ای که در واقع بناس ببینیم رو همون رو فقط روش چیز میکنیم. خب کی بود؟ زمانی هر دو سوالات متوجه شدی یا نه؟ چون 2 تا سوال حداقل پرسیده بودی. احمدی میگم زودتر میفرستادی، چون من الان دیگه میگم بفرستی بعد من پیدا کنم کجا باشه چیز باشه. میخوایم حالا استثنا هم فقط تو گروه بفرست، برای من خصوصی نفرست. حتما اولا میخوای بفرستی تو گروه، حتما یه لینک بزن به چیز اسمش کجاست، همین جوابایی که بقیه بچه‌ها دادند، چون بعداً پیدا کردن اینها و اشتباه بشه و درست بشه باور کن نمره دادن اینا یک کابوسیه واسه آدم. به اندازه کافی من خودم از نمره دادن و اینا فراری و عصبی و اینا هستم دیگه، چه برسه بخوام تو لحظه‌های آخری که داریم میدویم تازه حالا این برگه‌های چیزی رو بخوای بخونی و کج چله پرینت گرفتی کردن بعد نمیدونم به نمره اینجا رو از اونجا پیدا کنی. هزار تا بدبختی دیگه، واقعا سخته. به ویژه من که اصلا به طور کلی از تصحیح برگه و نمیدونم نمره دادن و همین فراری هم. بریم ادامهش و اگه سوالی نیست بریم ادامه بدیم. اینجا گفتیم که ما میتونیم همه جوری هم در واقع کدمون رو بنویسیم، هیچ نیازی نیست که ما چه کار کنیم، کدمون رو در واقع بیایم و براش تئوری استفاده کنیم. خب حالا خب کار میبره. حالا میگیم تو این قسمتی که ما تئوری هم لازم نداریم یه کمی تئوری استفاده میکنیم. گفتیم سودش چی میشه وقتی نمودارها رو کامل بکشیم. در واقع تو کشیدن نمودارها نمیدین همین نکته‌ای مثل چی، اینکه ضرب در بذاریم یا نذاریم، یعنی یه کاراکتر برگرده عقب یا بر نگرده. خب و یا اینکه در واقع حالتهای متفاوتمون چی میشه توی این نمودارها خیلی واضح در واقع مشخص میشه و اگه اشکالی داشته باشیم برطرف میشه. و بعد بر اساس همین نمودارها میایم چیکار میکنیم قرار. الان نگاه کنیم مثلا یه آیدی خب باید با چی شروع بشه؟ حتما یه حرف شروع بشه، به ادامهش حرف و عدد میاد و حالا چیزی غیر از حرف و عدد اومد تموم میشه و حتما هم یه کاراکتر باید برگردیم عقب، چون حتما یه چیزی غیر از حرف و عدد خوندیم که باعث شده بیاد تو حالت پایانیش و اینجوری یه نشانه مشخص میشه که نوعش آیدیه و البته اون حروف و اعدادی که خوندیم باید چی بشند؟ در بخش بدنی اون نشانه یا متن اون نشانه گذاشته بشند. درست شد؟ حالا اینجا با اصطلاح این استلایدی داره اینو مشخصش میکنه. بریم بعدیش. اینجا یکی دیگر رو میبینیم. حالا به یه شکل دیگه اینا رو بعدیم ترکیب کردیم. در واقع نمودار رو بخوای کلن بکشیم چیز خیلی بزرگی میشه.
خب که همه حالتها رو شامل بشه و بتونیم تحلیلگر لغویمون رو به این ترتیب با این حالت خاص از نمودارهای حالت بکشیم. اما گفتم بعد که میخوایم کد بنویسیم خیلی راحت تر خواهیم بود. و حالا شروع میکنیم کد نوشتن. این دیگه کد دقیقیه که نوشته میشه و مشکل نداره. دقت کنید من کد رو سمت چپش بزرگتر میکنم که راحت تر ببینید. بعد میام سراغ ادامش. اول بزرگتر میکنم سمت چپ رو فقط روش. نمیدونم چرا بزرگ نمیشه. زوم کنیم. این دیگه کد دقیق میشه. من دیگه نباید مشکلات داشته باشه. دقت کنید و یادآوری میکنم که همه کدا توی کجا وجود داره؟ توی فایل la.rst توی چیزای من هست. خب حالا اونجا یا خود کد رو نوشتم یا اینکه اینکلود گذاشتم و کدشو در واقع میتونید توی مسیری که تو اینکلود گذاشتم چیکار کنید؟ باز کنید و کد رو کامپایل کنید و اجرا کنید. خب یعنی کدای کاملی که وجود داشته باشه کامل میتونید چیکار کنید؟ کامپایل کنید، اجرا کنید، آزمایش کنید. بهتره همین الان یک کامپایلر C++، یه ادیتور C++ مناسب اون مثل جینی، یک کامپایلر مناسب مثل GCC الان داشته باشید که بتونید همین برنامه‌ای که الان می‌بینید رو کامپایل کنید، اجرا کنید، تغییر بدید. درست شد؟ ویرایش کنید تا درس خیلی بهتر بفهمید. حالا که در واقع آموزش مجازی رو به هر دلیلی مجبوریم داشته باشیم، بازم تاکید میکنم مجبوریم، اصلا هیچ کس علاقه‌مند نیست، هیچ کس فکر نمیکنه آموزش مجازی چیز خوبیه. تاکید میکنم دیگه هیچ کس تو این شک نداره، اما به هر حال مجبوریم و امیدواریم که بالاخره بشه به حضوری تبدیلش کرد یه زمانی. اما جدای از اینا خب یه خوبی‌هایی هم داره. اگه شما به صورت مناسبی از این کلاس استفاده کنید، یعنی حتما پشت کامپیوتر باشید، حتما همین ابزارها رو که الان پشت کامپیوتر باشید میتونید استفاده کنید و بهتر به ویژه برای درسی که در واقع چیه میتونه این مثال خوب برنامه‌نویسی باشه که قبلا توی خوب کامپایلر گفته بودیم. این خودش یه مثال خوب برنامه‌نویسی. خب یه بافر میخوایم. این بافر برای چیه؟ برای اینکه از ورودی که خوندیم یا از کاربر که گرفتیم، این میشه چیزی که ما میخوایم کاراکتراش جدا کنیم. ایندکس یعنی ما کجای این تی ایندکس کجای بافرمون هستیم. این رید حالا برای سادگی داریم از کاربر یه خط میخونیم. دقت کنید داریم یه خط از کاربر میخونیم. فعلا توکن تایپ ها رو فقط اینا رو احتیاج داریم، یعنی اینتیجر به اضافه است، منهاست، ضرب، تقسیم، پرانتز باز، پرانتز بسته است و بالاخره پایان خط. یه ماشین حساب ساده است. و حالا توکنمون یا نشانمون ترکیبی از توکن تایپ و عدده. چرا فقط عدد گذاشتیم اینجا رشته نیست؟ چون اینجا یه ماشین حساب ساده ایه که اصلا داخلش نشانه یا آیدی شناسه و آیدی چیز وجود نداره. خب میام این طرف. تو این طرف پرینت توکن یه تابعی که کمکمون میکنه که هر وقت لازم شد اون توکن رو چاپ کنه. تابع بعدی که در واقع اصلا تابع اصلی مونه و همه چیز حول و حوش این خواهد چرخید و جدا در واقع بشه پردازیم، تابع چیه؟ گت توکن که در واقع بر اساس همون نموداری که کشیدیم این تابع رو خواهیم نوشت تو اسلاید بعد. و تابع مینمون این میشه که یه توکن تعریف کنیم، ورودی رو از کاربر بگیریم که روی خط نوشته میشه، بیایم چیکار کنیم توی حلقه هر بار یک گت توکن کنیم که در واقع از کجا داره میگیره؟ از اون بافر داره میگیره. داخل تی قرارش بدیم و بعد چیکارش کنیم؟ اون توکن رو پرینت کنیم. اگر تی تایپمون هنوز مخالف با ای او ال، خب end of input اینجا البته اسمش ای او آی گرفتیم، ای او ال نیست، میخوام ای او آی گرفتیم. اگه تا به این نرسیده پس باید دوباره چیکار کنیم؟ نشانه بعدی رو بریم دنبالش. خب از این قسمت اگه سوالی دارید بپرسید، من چیزاشو برمیدارم. خطای اضافه شو یه لحظه اینجا یه چیزی پرید. بچه ها صدای تصویر اگه قطع میشه بگید.
من متوجه نمیشم دیگه راحت، چون صفحه رو کامل صفحه کردم و گذاشتم روی مانیتور دیگه که به طور کامل بتونه چیز بشه. کلی هم وقت صرف کردم که این دیگه در هر صورت بتونیم کار رو ادامه بدیم. اگه قطع میشه من از جایی متوجه نمیشم، حتما تو تلگرام بنویسید که حالا صدات یا تصویر قطع شده توی LMS. خب نه اینکه فقط توکنا رو میخواد، ماشه حساب نیست. این برنامه ماشه حساب نیست. فعلا فقط داره بخش تحلیل لغویه و داره نشانه های تک تک اینا رو سوا میکنه. بله میدونم که به نظرتون میگید خب این که خیلی ساده است، نیازی به این دردسر نداره. ماشین حسابش هم احتمالاً قبلا نوشتیم، کدش هم بلدیم. یک کمی دنده رو جیگر بذارید، مثل همه درسای ما اول چیزای ساده رو میگیم و بعد کم کم میبینید که وحشتناک میشه. احتمالاً تا الان خوب بهش دقت کردید که تو درسای من عربی اتفاقی میفته. خب بازم اگر از این سوالی دارید بپرسید از کل این مثال. من بذارید فایل آرستیش رو همین الان باز کنم توی CM. العادات آرستی، اگه شما باز کنید العادات آرستی و این الان توی خط برنامه تو خط 427 العادات آرستیه که یه برنامه کامله. که من اینجا باز هم برای راحتی براتون میفرستم که بتونید اینجا خودتون باز کنید رو کامپیوتر و حتما کدش رو راحت تر ببینید. اولا که استفاده کرده اشتباهه. این همه این کدا رو از 0 تا 100 من نوشتم. اگه میخواید به من باید یاد بگیرید. فکر نمی‌کنم جای اینجوری پیدا کنید. اسلایدش از 0 تمامش خودم ساختم. ابزار ساخت اسلایدش رو خودم ساختم. 10,000 تا از این بدبختی. پس اینجوری ننویسید، دارم یه جوریش میشه بعدی هم زحمت میگی چرا استفاده کرده. بابا خدا من این آرا یه خطش هم از جایی نگرفتم. من همشو خودم نوشتم. و از هیچ کتاب و چیزی هم نیست. بعدش حالا بفرض بریم سراغ تایپ استرینگ اینت تی تایپ. همچین خطی نداریم توش. چه خطیه؟ میشه بگه شماره خطشو اینجا روی این قسمت. اگه شماره خط رو بگی بد نیست. کجا داره میگی اینت داره اینجوری میشه؟ تو کدوم تابع حداقل بگو. منظورت چیه؟ این تابع است فکر کنم منظورت. تی تا تایپ مساوی با ای او آی که نه اینجا ای او آی. من چیزی نمیبینم. اینجا رو داریم. خط 33 شد. اینجا رو داریم. یه خط 33 داریم که بذارید صفحه نشانه براش بگیریم. احتمالا منظورش اینه. خب درسته؟ آره. خب الان میگیم که تایپ استرینگ اینتیجر تی تایپ. خب چرا اینجوری می نویسیمش؟ چرا این به این ترتیب نوشته شده؟ این تایپ استرینگه باعث میشه که ما بیاد اون اسم رو به صورت یه رشته بنویسه. درست شد؟ که بتونید چیکار کنید؟ بتونید ازش استفاده کنید. اگه برنامه رو باز کنید، برنامه کامل رو باز کنید که الان براتون فرستادم، این تیکه رو در واقع اونجا میتونید ببینید. تو خط 8 تا 11 برنامه واقعیه. یه رشته است که در واقع اون نومریشن رو، یعنی نومریشنی که برای توکن تایپ داشتیم رو تبدیلش میکنه به عدد و اون وقت رشتهش رو میذاره. اینجوری خروجی ما خیلی خواناتر میشه. این برنامه لگزیکال 440 رو همه کامپایل کنید و اجرا کنید. خب حالا من اینجا نمیتونم روی صفحه در واقع قرار بدم چون که چیزو ندارم. اسمش چیه؟
چون که توی لینوکس در واقع چیز رو نداریم، یا حداقل من دنبالش اصلا نبودم که داشته باشم. اگر برنامه رو باز کنید اون وقت تو برنامه چیه مشخص شده که تایپ استرینگ اون الان چی هست و ما الان اگر روی صفحه میذارمش برای اینکه بعداً ویدیوشو میخوایدن ببینید روی چیز بتونید از روی اونجا بهتر شاید متوجه بشید. روی تلگرام ویدیوشو ببینید. درست شد؟ حالا البته الان شما نمیبینید چون همه توی LMS هستید، ولی خودتون میتونید کد رو باز کنید و نگاه کنید دقیقاً چجوریه. بعداً که ویدیو میخواید ببینید، خب من روی صفحه هم گذاشتم یه چند لحظه که اونجا هم چیه داشته باشیدش و بتونید چیز کنید. خب بریم ادامه بدیم. برای حضور اول کلاستون شماره دانشجوییتون رو کامل بدون اشتباه شماره دانشجوییتون رو بنویسید. به انگلیسی هم بنویسید. صفحه کلیدتون فارسی یا زبان دیگه ای نمیدونم یونانی چون چیزی نباشه لطفاً. به زبان انگلیسی شماره دانشجوییتون رو بنویسید. این با عنوان حضور غیاب اول کلاس، وسط کلاس، هر چی میخواید حساب. گیرم نکنید چون من حساب نمیکنم. خب برنامه رو همزمان گفتم کامپایل کنید و اجراش کنید. که چی بشه؟ تا اصلا ببینیم داره چی کار میکنه این برنامه کامپایل چیزی. تا بریم اسلاید بعدی که یه تیکه از اون توکن تایپ هست، یعنی اون تابع گت توکن رو یه گوشش رو من اینجا گذاشتم. بزرگترش هم بخوایم بکنیم از صفحه میزنه بیرون. خیلی بهتره که برید چیکار کنید، خود چیز رو باز کنید، کد رو باز کنید رو کامپیوتر با یه ادیتور خوب، مثلا جینی که خب ما داریم تبلیغاتشو میکنیم. الان 2 دهه هست، نه بیشتر، 25 ساله داریم تبلیغات این شرکت جینی رو میکنیم. رهبری زودتر پیام بذار. خب این تابع گت توکن رو بدنش رو لطفاً خودتون باز کنید ببینید. خیلی راحت تر خودتون باز کنید ببینید تا اینکه از رو صفحه باشه. خب و با هم دنبالش میکنیم تا توضیح بدیم که گت توکنه الان رابطش با اون تصویره چی میشه، یعنی با اون نموداری که کشیده بودیم چند تا اسلاید قبلی رابطش چی میشه. من دوباره نموداره رو میارمش. خب تصویرشو میگیرم و روی تلگرام میفرستم که به عنوان یه مرجع داشته باشیدش. این تصویر در واقع همینیه که داریم استفاده میکنیم. نمیدونم چی شد یهو پرید. حالا روی کامپیوترتون هم تصویره رو میتونید خودتون باز کنید، هم چی رو هم کد رو. این کار رو انجام بدید. نگاه به صفحه اینجا نکنید، خیلی سودمند نیست. هم کد رو دارید، هم چی رو، هم اون نموداره رو. خیلی بهتر ازش میتونید متوجه بشید و دنبال کنید نسبت به اینجا. و با هم شروع میکنیم دنبال کردنش. بازم تاکید میکنم از رو کدی که فرستادم دنبال کنید. خب به صفحه کاری نداشته باشید. تا بتونیم به ترتیب ادامه بدیم.
کد رو بخوایم با هم دنبال کنیم و من حالت روی صفحه همینو میذارم که بهتر باشه، به این دلیل که بعدا روی تصویر چیزم بیاد و از این استفاده میکنم و میام و روی این قرار میدم، برنامه رو در واقع روی صفحه قرار میدم و اینجا میتونید برنامه رو کلش رو چیکار کنید، ببینید. که تا این اونطور که تایپ هست، من یکم بالاتر قسمت اولیش رو رها میکنم که بهش احتیاج نداریم و به این ترتیب توکن تایپ و استراکت توکن میشه جایی که میخوایم. خب تا خط 55 رو یه مرور بکنید. مثل تابع ریز ساده است، استراکته و اگه سوالی ازش دارید بپرسید. خب اینجا توی تلگرام. بعدش میریم سراغ کجا؟ سراغ تابع اصلیمون. این تابع گت توکنمون که اصل ماجراست یه جورایی و با اون باید در واقع بیشتر با اون بپردازیم و باز میکنیم. توی تابع گت توکن، حالا که سوال نپرسید، توی خط چند خط 48 تابع شروع میشه. 49 یه توکن تعریف میکنیم، اون عدد داخل توکن رو 0 میذاریم. خب خط بعدیش if buffer index بزرگتر بود تی تایپ رو بذار چی؟ اوپن پرانتزیس. اگر خط بعدیش else if پرانتز بسته بود کلوز پرانتزیس. اگه به اضافه بود پلاس، منها بود، ماینس، ضرب بود، مولتیپلای، تقسیم بود، دیو > 0 بود، end of input یعنی پایان ورودیه. اگر بزرگتر یا کوچکتر از 0 بود یعنی یه عدده. میایم داخل یه حلقه. این حلقه تو خطای 60 و 61 قرار داره. قبلش نوعش رو تی تایپ رو میذاریم اینتیجر، تی رو میذاریم این و تو این حلقه میچرخیم تا چیکار کنیم؟ یکی یکی کاراکترها رو در بیاریم. هر کاراکتر رو تبدیل کنیم به عددش. دقت کنیم اون منهای 48 یعنی تبدیل میکنیم به عددش. درست شد؟ و بعد با رقم‌های قبلی که در 10 میشه جمع میکنیم و به این ترتیب اون رشته کاراکتری ما که عدد داخلش هست تبدیل میشه واقعا به یه عدد. اگر چیزی غیر از اینا بود خطا داده میشه و تی ایندکس هم یکی افزایش داده میشه. دقت کنید اون منهایی که گفتیم ستاره‌ای که اینجا وجود داره تو خط 62 خودشو داره نشون میده. تی ایندکس رو یکی کم میکنه. برای این تایپ آیدی نداریم که ما اصلا نیازی به آیدی نداریم. تو این مثال میخوایم یه ماشی حساب رو فقط تحلیلگر لغویش رو بنویسیم. یه مثال بسیار ساده، خیلی راحت، فعلا روش چیکار کنیم؟ تمرکز کنیم تا همه چیزاشو متوجه بشیم. تا به ارور هیچی، فقط یه خطا پیام خطا میده. ساده، کار خاص و عجیب غریبی انجام نمیده. دیگه سوالی هست بپرسین. الان دقت کنید دقیقاً کد شما داره، این کدی که نوشتم شبیه چی کار میکنه؟ شبیه همون چیزی کار میکنه که برای نمودار بود. یعنی من انگار دقیقاً نمودار رو برداشتم کد کردم. اجدری متوجه شدی یا نه؟ tn عدد داخلش قرار میده. یعنی اگر نوعمون اینتیجر بود باید یه عدد داخلش بذاره. تو نموداره اگه دقت کنید چیه؟ اون شاخه بالاییه. تنها شاخه هم هست که تو پایانش ستاره داریم و اگه دقت کنید تو کدمون باید چیکار کنیم؟
او تی ایندکسمونه، یکی برگردیم عقب چون یکی اضافه تر خوندیم. و لطفاً این صداها رو تو ذهنتون خاموش کنید که داره بگه بابا این که خیلی ساده است، کشکه، نمیدونم ما خیلی راحت تر از این میتونیم بنویسیم فلانه. اینا لطفاً یه کمی برای خودتون کنترل کنید، ذهنتون رو باور کنید من دارم چیکار میکنم، سعی میکنم خیلی خیلی راحت در واقع بگم، وگرنه درس وحشتناکیه. یعنی ما خودمون رو بکشیم تازه میرسیم به نصف درس و امیدوارم آخر کار دیگه سردرد نگیرید. این شاید بگیم سخت‌ترین درسیه که من درس میدم. سختیش هم خیلی متفاوت و عجب غریبه. نه، اگه کد رو نگاه کنی ما اینجا نباید هیچ جا هیچ فاصله قرار بدیم، چون اصلا تو این نمودارمون در نظر نگرفتیم فاصله و اسپیس رو. اینجا تو کدمونم اون فاصله و اسپیس رو حذف نکردیم. اومدیم کد رو دقیقاً معادل چی نوشتیم؟ معادل همون چیزی که توی اون نموداره. اگه بنا بود اسپیس ها رو حذف کنیم، خب باید توی نمودارم چیکار میکردیم؟ برای اسپیس های فکری میکردیم که مثلا اسپیس ها حذف بشه. نه، هیچ فاصله ای نباید باشه. خب البته صادقی یه مثبت برات بذاریم که یه نفر اجرا کرد، کامپایل کرد و آورد. کار خیلی خوبیه. دیگه از این بعدم نمیذاریم، استثناء نمیذاریم. حالا نگفته یه نفری کاری کرد. و همه میتونید برنامه رو اجرا کنید و لطفاً به این تمرکز کنید که چگونه این کد رو دقیقاً اومدیم از روی ببینید این تابع گت توکن رو از روی کی نوشتیم؟ از روی نموداره کشیدیمش. درست شد؟ در واقع یه شاخه ارور هم باید میذاشتیم تو نموداره که حالا من دیگه اون نمودار رو عوض نکردم که چون بزرگ میشد جاش هم دیگه چیز نمیشد. شاخه ارور هم باید میداشت. خب اگه سوالی ازش نیست بریم ادامه بدیم. بازم تاکید میکنم آسونه اصلا چه لزومی داره ما کار کنیم انتهای تعریف هست که تازه برای همه صحبت میکنم. مثال بی‌نظیریه که ما نوشتن کامپایلر رو اسلاید بعدی که اومدن دو هم به صورت بین روزگار فارستی اگه باز کنید کد میتونید ببینید و کد باز کنید. پس گفتم توی الیات آرستی خط چنده؟ حالا بخوام دقیق تر بگیم cm la.rst خط 454. از این la.rst میتونید چیکار کنید؟ کدتون رو ببینید. باز هم برای احتیاط این la.rst رو هم اینجا هم میفرستم، گرچه نیازی نیست چون که بعدم باید بتونید خودتون راحت برید از اونجا باز کنید و ببینید که خب حالا باز هم تاکید میکنم بهتره که برید سراغ چیزه. اینجا تفاوتش چیه؟ اومدیم اینجا حالت شیگرا نوشتیم، همون کده اومدیم شیگرا نوشتیمش
یک کلاس لکزیکال تعریف کردیم، توکن تی، بافر، تی ایندکس که برای اینا چیه؟ مشترک. و بقیه تابع ها که اونجا به شکل ساده ای گذاشته بودیم، اینجا همون تابع ها رو اینجا به صورت شیگرایی گذاشتیمش. درست شد؟ حالا تا با خوش چیزاش هم میشه عوض کرد. حالا فیلش کنید فعلا. خب این کد رو بخونید که براتون فرستادم. حالا همونه اومدیم حالت شیگرایی نوشتیمش. بازم تاکید میکنم ساده است، خیلی راحته. میدونم به خدا من ترم 4 دانشگاه یا 3 دانشگاه یه ماشی حساب گنده گول نوشتم، اونم با اون کامپیوترهای عهد دقیانوس پشت چیز. وقتی میگم واقعا راحته میدونم و همزمان وقتی میگم خوب دقت کنید و مواظب باشید بازم میدونم دارم چی میگم. یعنی بنابراین تبدیل به چی بشه. بعد تابع گت توکنش رو دقت کنید که شبیه همون حالت کم و بیش نوشته شده و راحت میتونید از اون استفاده کنید. لطفاً کد رو بخونید، کامپایل کنید و اجرا کنید. ابهامی داشتید سوال کنید لطفاً. کد رو بخونید. لطفاً و سوال کنید از کد. ممنون که خبر دارید. قطع داری به هم قطع کردم این صدای اینجا کاری داشتم باید چیز میکردم. هر مقداری هم میتونه باشه دیگه. سوال دیگه ازش غیر از این کده؟ خب به نظر میاد سوالی نیست، پس میریم ادامه اسلایدا. همه انگار بلدند، هیچ مشکلی هم ندارم. خوبه، خدا شکر، خدا کنه اینجوری باشه. حالا به یکی از بدبختی ها نزدیک میشیم. کلمات کلیدی رو اینجا چه کار کنه؟ گفتیم که کشیدن نمودارا لازم نیست حتما نمودار بکشیم. خب اما اگر نمودار بکشیم، اتفاق خوبی که میفته اینه که بهتر میتونیم چیکار کنیم؟
بهتر میتونیم بعد کدمون رو بنویسیم، یعنی کد با خطای کمتری رو خواهیم داشت. درست؟ اما حالا وقتی این کارو بکنیم یه جاهایی به مشکل میخوریم. یکی از این مشکلات اینجا دارید میبینید. اولین کاری که بکنید اینه که توضیح بدید این مشکل چیه. اصلا متوجه مشکل میشید؟ مشکل چیه؟ هیچ کسی چی نیست. مشکل این کلمات کلیدی که اینجا گذاشتیم چیه؟ یعنی فرض بگیرید که کامپایلری داریم که واقعا یه کامپایلر واقعی میخواد باشه، نه حالا ماشه حساب ساده. شناسه یا آیدی داره، کلمه کلیدی داره و همه چی داره. خب چه مشکلی ایجاد میشه اینجا بچه‌ها برای کشیدن نمودارش؟ هستید نیستید؟ خوابتون بود؟ صدای من هست؟ کسی جواب نمیده چرا؟ صدا نیست؟ LMS قطع شده، نمیدونم چرا اینجوریه. دوباره من وصلش کنم ببینم درست میشه یا نه. الان درست شد؟ صدا درست نشد اینجا؟ باید یه بار بیام بیرون و دوباره برم احتمالا. عجب بدبختی دارین. خب پس هنوز صدا نیست. یه بار قطعش میکنیم و دوباره واردش میشیم. این چقدر بد اخلاقه. از جای دیگه صدا رو قطع میکنیم، این کلن قطع میشه. میگه صدای من نباید قطع بشود. خب باش، صدات رو قطع نمی کنی. خوبه نمازی درست شد فکر کنم. آره خوبه، من فهمیدم. کافی هم یه فهمیش. چرا این قطع شد صداش؟ اصلا کاری با صدا قطع کردن نداشتم ولی خودش خودکار اومد قطع شد. یه بار دیگه من چک کنم مشکل دیگه نداشته باشه، چون یه بار که من این کارو کردم. بذارید من یه استاپ رکوردینگ که توی LMS و یه سکوندینگ رو بزنم، به دلیل که ممکنه رکوردم به مشکل بخوره دوباره، مثل همین صدا قطع شدنش. و بریم ادامهش. پس فرض بگید میخواد یک کامپایلر واقعی بنویسیم. تو کامپایلر واقعی مسلماً آیدی و متغیر و متابع و اینا داریم، کلمه‌های کلیدی هم داریم. حالا میخوایم برای که دقیق‌تر و مطمئن‌تر بنویسیمش و خطای کمتری بعداً باش برخورد کنیم، بهتره چیکار کنیم؟ نمودار بکشیم. حالا وقتی میخوایم نمودار، صدای چیز میاد، نمودار بکشیم، چه اتفاقی میفته؟ میرسیم به کلمات کلیدی که باید براشون یه نمودار اینجوری بکشیم. حالا سوال من اینه، مگه این مشکلش چیه؟ خب یه چند تا از اینا اضافه میکنیم به نمودارمون دیگه. کاری نداره. سوالای بی راحتی. یوسف ما رو گرفته. یه جاهایی میگه خیلی آسونه و یه جاهایی هم میگه خیلی سخته. همه چی هم برعکس انگار.
یعنی چی؟ هر چیزی شروع بشه ترپ میشه. حنفی میشه لطفا فارسی طرف بزنید. رهبری خوبه تا اندازه‌ای. بله، نتیجهش چی میشه؟ درسته؟ زمانی نتیجه این چی میشه؟ ما در واقع یادمون هست که این یه تیکه از نمودار، کل نمودار که نیست، یه تیکه از نمودار. خب نه اینجوری نیست حنفی، نه. بذارید بریم اسلاید بعدی که اینو بهتر نشون میده. تو این اسلاید مشکل رو یک کمی شاید بهتر متوجه بشید. فرض بگیرید که میخواید چیکار کنید؟ فقط کلمه‌ای که در واقع کاربردند رو داشته باشید. حالا بعد از H دقت کنید. بعد H میتونه چی بیاد؟ ای بیاد یا آی بیاد. ولی اگه چیز دیگه ای اومد یعنی از جنس نیست. رابطش با کامپایلر چی میشه؟ یعنی که نمودار قبلیمون برای چیا؟ برای شناسه ها رو یادآوری کنید. این نمودار قبلیمون بود برای شناسه ها، خب که قبلا دیده بودیم. یکمی بزرگترش میکنیم. این خیلی راحت بود چون اینجا ما کلمه کلیدی نداشتیم. خوب توجه کنید. ولی فرض بگیرید کلمه کلیدی می‌داشتیم. بذارید من بکشم همینجا. یعنی کلمه کلیدی مثلا همین چی رو در نظر بگیرید؟ وایلو. W رفتیم حالت بعدی H بعدی I بعدی L بعدی E بعدی. خب تازه یکی دیگه هم باید میذاشتیم اگر چی اومد در واقع چیزی غیر از عدد اومد، تازه اون میشه حالت پایانی. درست شد؟ حالا چی میشه؟ حالا اینجا اگر W اومد، اگر W نیومد باید بره به 10. اگر H اومد ادامه میده. اگر نیومد بعدش I میریم به 10. از این باید بریم به 10. از L باید بریم به 10. از E باید بریم به 10. دقت میکنید؟ از اینجا اگر حرف یا رقم اومد اگر حرف یا عدد اومد دوباره باید برگردیم به کجا؟ به 10. حتی اینجا اشتباه کشیدم. این رو اجازه بدید درستش کنم، رنگشم عوض کنم که دقیق‌تر باشه. منظور این بود که از این بعد ایه تازه باید برگردیم دوباره به کجا؟ به 10. تازه این برای وایله. تمام کلمات کلیدی رو به این ترتیب بخوایم بکشیم بشه در اثر وحشتناکی برخورد میکنه. نه اینکه دو کلمه یکی باشه خب تو ادامه نمودار درست میشه زمانی. متوجه شده؟ بازم گفتم حنفی بن‌بست نیست. نه الان تو اشکاش توضیح دادم توکلی بود. برام متوجه شده باشید. اجتری به همچنین دقیقاً صادقی. یعنی اگه ما بخوایم همه حالت‌ها رو بکشیم خیلی بزرگ میشه. پس عملاً بیچاره‌مون میکنه. یعنی چیزی که خیلی باید کمک کننده می بود برای کارمون که چی بود؟ این بود که ما بیایم و نمودار بکشیم.
حالا تازه داره بس بیچارگی میشه، کار بسیار سخت کرد. قبول؟ آفرین. بریم ادامهش. خب چی کار کردند برای این که این مشکل حل کنن؟ راه حل جالب ایجاد کردن که ممکنه جای دیگه به درد بخوره. بعد توضیح میدیم تو ادامه. دقت کنید برای عددها یه نمودار ساده میتونه این باشه. خب اینجا حالت 20 چی میشه نوعش؟ چه عددیه؟ بنویسید. این حالت 20 چه عددیه؟ بدیم چه نوع عددهایی رو مشخص میکنه؟ عدد صحیح. آفرین لطفی. بله بهروز نیک، عالیه، صادقی، خوبه، توکلی خوبه. حالا پشت سرش 21 چه عددی تولید میکنه؟ نوع عددی رو آفرین. اعشاری معمولی، دقیقاً، عالیه، مرسی. همینجور مشارکت کنید. و بعدی اون آخری که حالا البته باید توی تصویر بیاریمش که ببینیدش، یعنی شماره 19 که اون آخر اونجا هست. اون چی میشه؟ اسمش چیه تو زبان فرانسه؟ بله عدد اعشاری با نمادگذاری علمی. آفرین، دقیقاً. پس وقتی ما الان داریم اینجا میگیم نمودار کشیدن خوب است، خوب دقت کنید برای چیز ساده‌ای مثل عدد ما اگه می‌خواستیم بریم شروع کنیم کد نوشتن شاید همه حالت‌ها رو بهش فکر نمی‌کردیم، دقت نمی‌کردیم و هی باید می‌رفتیم بعد کد رو عوض می‌کردیم. و این اصلاً خوب نیست. اصلا تو کد نویسی این کار خوبی نیست. برای مسئله‌ای که ما از اول تا آخرش رو می‌دونیم، برخلاف بسیاری از جاها، اینو توضیح بدم که برخلاف بسیاری از جاها تو مهندسی کامپیوتر تقریبا همه 99% جاها که تعریف مسئله حتی تا وسطای پروژه هم مشخص نیست. خب تأکید میکنم خیلی زیاده تو کار ما، تو پروژه های اقتصادی، پروژه های کاری تمام دنیا هست. یه بحث بسیار عظیمی توی مهندسی نرم افزار و دعوای سنگین اون طرف هست که آقا بالاخره کی نیازمندی های برنامه مشخص میشه و همیشه بین کارفرما و شرکت های برنامه نویسی و اینا دعواست سر این که آقا چه چیزهایی به عنوان ویژگی ها از همون اول در نظر گرفته بشه. حالا انشالله تو بازار کار باش برخورد خواهید کرد یا انشالله برخورد نمی‌کنید، چون اینقدر عاقل خواهید بود که فوری نخواهید به دنبال شرکت زدن و بعد بخشید، بلکه برید اول جای شروع کنید کار کردن چند سالی و بعداً چیکار کنید، بعداً کم کم حالا چند نفری برید شرکت بزنید، نه اینکه از همون اول کار بخواید برید شرکت بزنید. به ترتیب مشکل اونجاها بیشتر اینه که ما صورت مسئله مشخص نداریم. توی کامپایلر یه چیز خیلی خوبی که وجود داره، مثلا 80 درجه برعکس همه اوناست، این که همه چی مشخصه و حالا که همه چی مشخصه اتفاقا خیلی مهمه که ما بشینیم سر صبر کد بنویسیم و خیلی مهمه که همون قبل از کد نویسی و تون رفتن سراغ کد نوشتن این نمودارها و اینا رو بکشیم. اینو برای تاکید دارم میگم و این مثال رو داریم می‌نویسیم. حتما این نمودار رو کاغذم باید خودتون بکشید تا براتون خوب جا بیفته. خب پس اینجا جاییه که ما اصلا مشکل صورت مسئله نداریم تو کامپایلر، میدونیم چی میخوایم. درست شد؟ هیچ وقت مشکل وجود نداشته باشه، چون اغلب چیه؟ اغلب اینه که اول زبان رو طراحی میکنن، حداقل اون هسته بزرگ اولیه‌شون، بعد میشینن براش کامپایلر می‌نویسن. حالا بعداً هم البته در طول حیات یک زبان برنامه‌نویسی زبان برنامه‌نویسی عوض می‌شود، ولی تغییراتش به اون شدت نیست نسبت به زمانی که همون دفعه اول شما یا اون چیزه میخواد یه زبانی رو بسازه. پس به ترتیب ما اغلب چنین مشکلی رو نداریم. یعنی چیه؟
تعریف و نیازمندی های این پروژه برخلاف بسیار از پروژه‌های دیگه یک کامپیوتری کاملا مشخصه. پس ما نباید به این اکتفا کنیم به چیزی که جای دیگه خیلی انجام میدیم، یعنی دیگه کد می‌نویسیم، یه نمونه آماده می‌کنیم، میدیم تحویل، بعد دوباره برمیگردیم تعریف مسئله گسترده میشه، دوباره عوض می‌کنیم. اینجا اتفاقا تا حد ممکن نباید یک کد الکی و اضافه بنویسیم. پس بهتره که قبل از کد نویسی بریم سراغ نمودار. انواع نمودارها، مثلا این دلیمیترها منظورمون چیه؟ اون چیزایی که می‌خوایم در نظر نگیریم، مثل چی؟ بک‌اسلش n اگه جایی می‌خوایم در نظر نگیریم، مثل اسپیس، مثل بک‌اسلش t، بک‌اسلش v و هماننده اون. ممکنه تو زبان برنامه‌نویسیمون یه جاهای اینا مهم نباشه، یا یه جاهای مهم باشه، یه جاهای مثل بک‌اسلش n مهم نباشه. این نموداری براش می‌کشیم، چون باید به همه اینا فکر کنیم. واسه همین به جای که بریم صاف سراغ این رو کامپیوتر در واقع کد بزنیم، حالا این نمودار رو با دست رو کاغذ یا روی هر ابزار دیگه‌ای که امروزه بسیار زیاده می‌کشیم، یا میدیم چت جی پی تی برامون بکشه. درست شد؟ چرا؟ چون میتونیم بعدش اگه اشکالی هم داشت همین اشکاله رو اینجا تو نمودار متوجه بشیم و اگه کم و کسری هست وجود داشته باشه و بعد حالا یه شبه کدی هم براش بنویسیم برای گت توکنه که خب ما اینجا با این شبه کد خیلی کاری نداریم، چون در عکس من تو بقیه کارا دارم چیکار میکنم؟ یه کد کامل می‌نویسم. اینجا دارم یه شمایی از در واقع چی نشون میدم؟ یه نمودار کوچولو از کارمون رو نشون میدم که شامل همه چیز رو شامل نیست. نه تازه این عدد منفی هم نداره. آفرین، دقیقاً. یعنی باید عدد منفی داشته باشه، تازه باید اینم رو عوضش کن. یعنی قبلش منها بیاد یا مثبت، منفی بیاد یا مثبت قبلش بیاد، هم تازه تو این نداشت، تو این نموداره. همین میبینید چقدر خوبه. یعنی همین الان شما اینو میگی میفهمی نمودار چیزی کم داره، شروع میکنید چیکار کردن؟ درستش کردن. فرقش متوجه میشید تا اینکه تو برنامه اونو وارد نکنید. دقیقاً صادقی الان داره یه حالت همین جوریه داره برامون مشخص میکنه که داره اتفاق میفته تو واقعیت، تو عمل. این نمودار کشیدیم این مثبت و منها نداره، ما میخوایم داشته باشیم. در مقابل چی؟ با اینکه کد مینوشتیم و بعد میخواستیم کد رو عوض کنیم، کدوم خطای کمتری داره؟ خب معلومه این خطای کمتری داره. اینجا خیلی راحت‌تر میفهمم که این مشکل وجود داره. موند مشکلی که قبلش توضیح دادم. یعنی چی؟ یعنی اون کد چی؟ ایفا. اینجا تو این نموداری که میبینیم یه تفاوت دیگه هم نسبت به قبلی‌ها میبینیم. این نموداری که سعی کردم چندین حالت رو باش ترکیب کنم، حالا همه چی هم نیست ولی بالاخره هست. یه چیز متفاوتی با قبلی‌ها داره. اگه گفتید چیه؟ نموداری که روی صفحه میبینید لاندا هست. آفرین. یعنی الان داخل اینجا ما لاندا داریم میبینید. لاندا تو این درسه، تو این نمودارهای خاص فعلا معناش چیه؟ به جای اون قادر است. یعنی اگر بقیه شاخه ها نشد بیا سراغ این شاخه. میبینید از این شاخه ها داره دیگه، این شاخه ها داره. خب اون شاخه ها نشد برو سراغ اون شاخه. اون لاندا معناش میشه همون قادر میشه. پس نگهتون باشه که این معناش میشه همون قادری که توی نمودار قبلیمون داشتیم. از این خیلی استفاده میشه توی این درس. کسایی که کامپایلر یا چیز جدید می‌نویسن. اینجا لاندا معنای پوچ نمیده، برخلاف نظر زبان ماشین‌ها. تو این نمودارا لاندا معنای چی میده؟ معنای میده که چیز دیگه ای اومد غیر از اینا. پس این یه تفاوت‌های دیگه‌ای هم داره با چیز پیدا میکنه، با نمودار حالت. و این طرف هم که معلومه بدبختی مربوط به چی هست؟ یه دونه ایف ساده رو شما الان میخوایم اضافه کنیم بهش و چقدر دردسر داره. آی اف میبینید اون آی اومد و بعدش ای تا زد اومد باید بره اونجا. اگر اف اومد ولی بازم بعدش اومد باید بره اونجا. اما اگه غیر از اینا اومد باید بره ایفو به عنوان تموم بره.
خب پس ما ادامهشو یعنی رفع این اشکال آخری رو میذاریم برای جلسه آینده. شما دانشجویتون رو بنویسید به عنوان پایان کلاس. فقط من حضور غیاب رو شروع میکنم دوباره به انجام دادن دیگه. چیز رو قطع میکنم، ضبط تلگرام رو، و بعد چیزا رو میام بیرون.